یکی از بهترین ها یعنی کارشناس هوش مصنوعی جناب محمد ابهری کنار من هست و ماشاءالله چقدر قدش بلنده، از دوربین های ما داره خارج میشه. سلام، عرض ادب، سلام میکنم خدمت شما و کل عوامل این شبکه و این بخش و مثبت آموزش و سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین این برنامه و پیش عید قربان رو به تمام مسلمون های جهان و عید قدیر رو به تمام شیعیان تبریک عرض. خیلی ممنون، عید شما پیش مبارک باشه. آقا بریم سراغ این فضای مجازی که این روزا داغ هست. اصلا میخوام ببینم نحوه درآمدزایی از فضای مجازی چجوریه؟ عرضم به خدمت شما که توی فضای مجازی اتفاق خوبی که افتاده اینه که توی این چند سال تقریبا میشه گفتش توی این دهه قبل خیلی توجهات به سمتش اومده و امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم روزمرگی آدم ها بخش خیلی زیادیش توی فضای مجازیه. هر جا آدم ها باشن پول هست. بله. آدم ها هر جا توجهشون رو ببرن اونجا شغل ایجاد میشه، اونجا آدم ها میتونن پول در بیارن، شغل ایجاد میشه، تخصص ایجاد میشه و میره توی فضای مهارتی. توی فضای مجازی هم خیلی از تخصص‌ها وجود دارن که آدما میتونن ازش پول در بیارن. درسته. از قبیل مهارتایی که مثلا من خودم 4-5 ساله هم مشغول تخصص تبلیغاتم که به کسب و کارهای آنلاین کمک میکنم که رشد بکنن. تبلیغات انجام میدم و اینو به صورت تخصصی یاد گرفتم و فروش، حوزه فروش تو فضای مجازی و 4-5 سال حرفه‌ای دارم همین تجربیاتم رو تو این حوزه انتقال میدم، آموزش مردم میذارم. بله. و توی ادامه عرضم میخوام به شما بگم که بخش‌های مختلف درآمدزایی وجود داره. بله. از قبیل ترید، از قبیل هوش مصنوعی که الان یه فرصتیه و خب خیلی اصلا ندیدنش، ولی یه جامعه‌ای هستن که دارن الان میرن سمتش، تخصصش رو پیدا میکنن و مهارت‌های فروش کالا و چیزهای مختلفی که توی این فضا وجود داره. بخش‌های مختلف درآمدزایی وجود داره، بستگی داره که هر آدمی با سبک شخصیت خودش کدوم انتخاب بکنه و با کدوم راحت تر باشه. درست. و این روزا اصلا اگر دقت کرده باشید الان تا ما گفتیم کارشناس هوش مصنوعی و درآمد از فضای مجازی، زود ذهنتون رفت سمت یک مبحث خیلی ویژه. یعنی اصلا قدیمات میدیدم من تو مترو دوستان کتاب میخونن، مطالعه میکنن، ولی این روزها سرانه ورزش بعضی از دوستان خیلی بیشتر شده، انگشتشون بیشتر کار میکنه روی موبایل هاشون و رفتن سمت یکی از ربات ها که سکه جمع کنن، درآمد کسب کنن، باهاش بتونن پراید بخرن. قضیه چیه؟ ما اتفاقا دیشبم رفته بودیم یه جای، یه مکان زیارتی، بعد من دیدم برادر بزرگترم دارن نشستن بعد از فاتحه‌ای که خوندن داشتن همینطوری میزنن. گفتم آقا چیکار داری میکنی تو مکان زیارتی؟ داشت میزد روی از زمانش استفاده میکرد سکه جمع کنه که میلیاردر بشه. بله دقیقاً همینه. قضیه چیه آقا؟ عرضم به خدمت شما قبل از این رباتی که الان اومده، رباتی که حالا اسمشو نمیدونم میتونم بیارم یا نه، نمیدونم، حالا دوستان به من میگن مشکلی نداره. آره. قبلش یه نات کوینی بود که یه نات کوینی بود خیلی که بهش توجه شد. نکردن و همینجوری تونستن درآمد کسب کنن. واقعا دقیقاً تونستن درآمد کسب کنن و فرصت ها همیشه این شکلی هن دیگه. یه فرصتی اول میاد، یه سری از آدما به شک میکنن، یه سری از آدما ازش استفاده میکنن و بعدش دیگه هر فرصتی میاد برای سودجویی از خود مردمه. در واقعیت یه سناریو تبلیغاتی برای همون پلتفرمی که اون ربات داخلش هست. خب الان این سکه های همستر که این روزها بحثش داغ هست، هر کسی یه جوری پوز میده من 10 میلیون دارم، من 30 میلیون دارم، من پروفیتم 500 کا هست یا هر چیزی، باعث میشه ما پولدار بشیم یا نه هنوز معلوم نیست یا همش کشکه؟ ببینید اول از همه خب من نمیخوام سیستمشو نقد بکنم، چون آدما بالاخره دلخوشی دارن، یه چیزی پیدا کردن، بالاخره همین که دارن اینو میزنن یه تغییری تو زندگیشون اتفاق بیفته، همین کورس امیده به نظر من خودش انگیزه است. یعنی آدما دوست دارن یه تغییری بکنن. خب همین کورس امید وقتی باعث بشه که این تاچ و لمس گوشیشون از بین بره، خراب شه، گوشیشون داغ کنه، گوشی جدید بخرن، چیکار کنن؟ حالا نقدها بهش زیاده، اما این یا پول نمی شود چون خیلی حجم زیادی دیگه، فکر کنم خود مدیرانش نشستن گفتن این حجم رو نمیخواستیم و از طرف دیگه پول هم بشود
دیگه کسی که رکورد دارشه تهش 1-2 میلیون 3 میلیون تومان میتونه تهش، یعنی دیگه طرف 1 ماه 2 ماهش رو میفروشه، تاچ میکنه هی رو صفحه این رایانک مالشی و اینو هرچی میزنه دیگه تهش بعد از 2-3 ماه میبینه 2-3 میلیون. پس از نظر شما که این راه ها رو بررسی کردین میگین خب اون قبلیه به درآمد رسید، اون حالا یه تله‌ای بود یا هر چیزی، الان این جدیده چون همه داخلش هستن اتفاق خاصی شاید نیفته. آره دیگه یه جریانی وقتی دیدیم دیگه همه مردم متوجه شدن و وارد شدن، اون جریان دقیقا همونجاست که متوقف میشه. مثل خیلی از بازارهای مالی که ما تا الان داشتیم، تا وقتی مردم کل توده متوجهش نشده بودن سودده بود، وقتی کل مردم متوجه شدن و ورود کردن بهش یهو ریخت. پس ماجرای همستر ما بذاریم کنار، بهش میگیم زیاد دلخوشی نداشته باشیم، این زندگی رو داشته باشیم، میگذره، اتفاق خاصی هم نمیفته. راههای دیگه‌ای هم هست که ما بتونیم از فضای مجازی درآمد کسب کنیم. از این هوش مصنوعی چه شکلی ما میتونیم پول در بیاریم؟ ببینید درباره این ربات و نات کوین ها من یه چیزی رو میخواستم به شما بگم، اینکه آدم ها همیشه دنبال یه راه سریع و کوتاه مدت برای درآمدزایی هستن. اصلا چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته؟ بله. توی فضای مجازی یه سری مهارت ها هستن مثل همین هوش مصنوعی که الان تازه اومده، یه فرصت کار بین المللیه. یعنی هوش مصنوعی همه آدما دوست دارن که به ایران خدمت بکنن. من شخصا دوست دارم به عنوان ایرانی کمک کنم که ایران سطح چرخه اقتصادیش بهتر بچرخه و امکانات بهتری داشته باشیم و بیشتری داشته باشیم. به واسطه یه سری مهارت هایی که اون ور دنیا هم دارن روش کار میکنن، منم تو ایران میتونم روش کار بکنم، میتونم این اتفاق رو رقم بزنم. مثل هوش مصنوعی الان کسب و کارهای ایرانی به هوش مصنوعی احتیاج دارن و آدما میتونن یاد بگیرن. هوش مصنوعی چه کارهایی رو انجام میده، هر فرایندی رو میتونه بهتر انجام بده و یه سری فعالیت‌ها که نیاز دیگه نیست انسان ورود کنه داخلشو میتونه انجام بده. یعنی انسان‌ها رو در واقع گفته شما برید تو زمین بازی خودتون، من بیام تو این زمین بازی. کاری که ربات میتواند انجام بدهد رو ربات انجام بدهد و کاری که انسان باید انجام بده رو انسان انجام بده. حالا مهارت‌هایی که با هوش مصنوعی افراد میتونن یاد بگیرن، مهارت‌هایی که فعلا خیلی ساده است. یعنی ساده تریناش من میگم ادیت، ویرایش تصاویر و ویدیوها با هوش مصنوعی که اصلا باب شدن هوش مصنوعی بین ما ایرانی‌ها به واسطه همین بود. آهنگ‌هایی که به واسطه هوش مصنوعی اومد بیرون، ریمیکس‌هایی که شد و تصاویری که ازش اومد بیرون، اینها رو یاد بگیرن و انجام بدن. کسب و کارا بهش الان احتیاج دارن و میتونن درآمدهای خوبی رو رقم بزنن. خب این که ما بیایم الان یه پیج آموزشی بزنیم، آموزش بدیم، حالا هر چیزی، این موثره؟ میتونیم درآمد کسب کنیم باش؟ آموزش مقوله خب مقدسیه، چون شغل انبیاست و خب من حقیقتا حد و عدد این نیستم راجع به این موضوع صحبت بکنم، اما انتقال تجربه کسب و کار به واسطه آموزش خب چیزیه که آدم‌ها رو میتونه رشد بکنه. از جناب آقای ابهری کارشناس هوش مصنوعی کنار من هست. این درباره رؤیا فروشی به من بگین. توی فضای مجازی کلا خیلی از آدم‌ها هستن، بالاخره فساد توی هر حوزه‌ای هست. بله. خیلی از آدم‌ها هستن میان یه رویایی رو میفروشن. مثلا من میتونم بیام ادعا بکنم که 10 میلیارد توی یک ماه یه آدم میتونه درآمد داشته باشه. درست. خب این رویاست. مقاله فرق رویا با هدف چیه؟ با چیزی که میشود انجامش داد چیه؟ رویا یه چشم انداز، یکی برنامه‌ای براش ما نداریم و هدف چیزیه که ما تعیین می‌کنیم، برنامه هم براش داریم و بهش میرسیم. یعنی من میتونم بگم 10 میلیارد تا 20 سال آینده، ولی نمیتونم بگم تا یک ماه آینده. برنامه ریزی موضوعی که من میخوام با آدما بگم اینه که همه کارها رو با هدف انجام بدید. هر کاری که میخواین انجام بدید، حتی یا خوردن ساده، و با برنامه ریزی انجام بدید. برنامه بریزید چطور میخواین انجامش بدید و این هدف خیلی مهمه. توی فضای مجازی هم همین الان میتونید یه هدف بده، یه مهارت یاد بگیرید، فضای آنلاین، چون آینده کلا دست فضای آنلاینه، و هدف بذارید و برنامه‌ریزی کنید چطور میخواین یاد بگیرید، از کی یاد بگیرید و سعی کنید که سمت رویا فروشان نرید. خب به قول شما این رویا فروشا چرا الان موفقن پس؟ رویا چرا خیلی دنبال کننده دارن؟ چرا همایشاشون این همه بازدید داره؟ خب اونی که زیاد بازدید داره رویا فروش نیست. درست. آره، یعنی
فرق رویا فروش این رویا فروش ها یا مدتی میان یه سری حرفا میزنن میرن، ولی اونی که خودش آدم موفقیه قطعا حرفایی هم که میزنه آدم ها رو موفق میکنه، پس این آدم نمیتونه رویا فروش باشه. درست. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. دیگه نکته خاصی اگر هست در فضای مجازی در حد 2 دقیقه با بگین ازتون خداحافظی کنم. من یه جنبندی بکنم. بفرمایید. در وهله اول که ما همه آدم‌ها یه رسالتی تو زندگیشون دارن. من به نظرم بهترین رسالت اینه که به خودمون اول کمک بکنیم و بعد به ایران کمک بکنیم. همه آدم‌ها هم یه گوشه تو ذهنشون دوست دارن به ایران کمک بکنن. از چه طریقی میشه اینو انجام داد؟ بهترین راه اینه که شما وارد فضای مجازی بشید و مهارت‌هایی رو یاد بگیرید که بشه بین‌المللی انجامش داد و بین‌المللی هم ازش درآمد داشت که ارز وارد کشور بشه و چرخه اقتصادی ایران بهتر بچرخه و در نهایت براش یه هدفی رو تعیین بکنید، برنامه‌ریزی کنید، قطعا بهش میرسید ان شاءالله. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم جناب آقای تمام بینندگان. ابهری عزیز که امروز کنار ما بودی، کلی اطلاعات ویژه گرفتیم در ممنونم از انرژی هوش مصنوعی و فضای مجازی.